روبروی تولیدی خالیبافی آقای خالیباف هستیم که میریم داخل بهتون نشون میدیم. سلام، خودتون رو معرفی میکنید؟ سلام، من خالیباف چندی ساله در این کارخونه مشغول خالیبافی هستم. آقای خالیباف این دار خالیه چرا؟ خب اینجا کارخونه خالیبافیه دیگه، انتظار داشتی پر باشه؟ بله منطقیه، من کاملا قانع شدم. از تلویزیونه؟ بله. از کدوم کانال؟ کانال فاضلاب شهری. پس من باید بگم هر دختری خب آرزوش باباش تو عروسیش غیر بده. من یه بار رفتم ترکیه، همه گفتن سیسمونی، من گفتم نه من اومدم مسافرت، نه اینکه سیسمونی بخرم. پسرم آب میخوری از یخچال بیارم؟ بله یه لیوان ممنون میشم. چی شده؟ میترسم در یخچال باز کنم خالی باشه شرمندت بشم. خب پس زیاد تشنم نیست. تو اون اتاق چیکار میکنید؟ تو اون اتاقم خالی میبافی. آخه میدونی شاید گفتنش راحت باشه، ولی خب من مسافرت رفته بودم ولی برای خرید نرفتم. باز چی شده؟ میترسم بریم تو اتاقم خالی باشه شرمندت بشم. این دروغا به خاطر این گفته شد که بابام مشتری نداره ولی من دارم، هر روز کاسبم. آره دخترم برو اونور دارم مصاحبه میکنم. من واقعا مشتری ندارم. بازم چی شد؟ میترسم تو جیبمو نگاه کنی خالی باشه شرمندت بشم. خیلی سخته، خیلی بده. چی سخته؟ بابام قاطعیت داره، تو خونه بابا جونمه، بیرون خونه قاطی داره. نه ببخشید قاطی کرده. آخ نه اون چی بود؟ قاطعیت. آها آره از هموناست، از همونا قاطعیت. بار دیگه دارم مصاحبه میکنم. بابام قاطیه، سیسمونی، میدونی ترکیه، دروغه، سیسمونی، بابام، بابا جون، سیسمونی، قاطیه، بابا قاطیه، سیسمونی، بابا جون، بابا. میترسم بری تو کلشو ببینی اونم خالی باشه شرمندت بشم. چطور؟ عروسا میان، دامادا میان، نواها میان و واقعا هر موقع در یخچالمون رو میخوایم وای کنیم نگرانیم که یخچالمون خلاصه چیزی داره یا نداره بذاریم جلو نوامون. خب واقعا این مایه شرمندگی است.